سلام دوستان، سیستم ریختگری شمش یا همون ذوب فلزم قالب سلسی این کاندیش از بالا ذوب میریزه داخلش. بچه ها کارینا شمش دارن. چند لحظه دیگه شمشش میاد بیرون نشونتون میدم. بریم پاتیل هم بهتون نشون بدم. ببینید ذوب که میریزه پایین پاتیل، اون بالا اون جرثقیل 50 تن مال پاتیل ذوب رو بلند میکنه میاره اینجا، ما اینجا ریختگری میشه. الان من میرم اونور، از اونور پاتیل رو ببینیم. اینجا بالا قسمت ریختگری شو پاتیل چیه ما؟ آیا جابر دیریسانی. این پاتیل ذوب 20 تنه. ذوب میریزه این پایین. ببینید پاتیل جرثقیل از اون بالا، یه نفر داخل جرثقیل نشسته اینجا. اون منطقه اونجا که هست که مثل یه مکعب چیه، مثل امامزاده درستش کردن، کوره هاست که صبح ببینید پاتیل یکی از پاتیلا به جرثقیل بسته. شرکت فولاد پارمیدا زیر مجموعه بزرگترین هلدینگ یزد، هلدینگ تاپسون. خب بچه ها بالا رو بهتون نشون دادم. این ریختگری اینجا که ریختگری میشه ذوب میاد میره زیر یه اتاقک، زیر پای من یه اتاقک، اون اتاقک که ذوب رد میشه اینجوری شمش میشه از پایین میاد. حالا الان میرم اتاقک پایینم بهتون نشون میدم. ایشون هم سرشیفت ما سرشیفت ما آقای اسد قضی. این پیشگرمه دان چی پاتیل رو میذارن اینجا، پیشگرم گرمش میکنن که موقعی که میره زیر ذوب دمای پاتیل تنظیم باشه. ببینید بالا که ریختگری میشه میاد اینجا، از بالا ذوب میاد پایین اینجوری، با این فشار آب خنک میشه کم کم از قالب که میاد بیرون، با فشار آب کم کم خنک میشه تبدیل به شمش میشه و از اینجا میاد. از اینجا که بیاد بیرون این دوتا برشکارهایی که پایین هستن آقای عیدی ناصری و اکبر خسروانی، اینا شروع میکنن برشکاری کردن به شمشای 6 متر. اندازه گیری میکنم میبرم پرچم داره، سر شمش که میخوره به پرچم یه چراغ اونجا هست. ببینید یه چراغ اون بالا اونجا هست. سر شمش که به پرچم بخوره چراغ روشن میشه، شمشو میبرن. شمش اولو از تقریبا 7 متری میبرن، مابقی شمشا همشو 6 متر برشکاری میشه و از اونجا تو اتاق ترک هدایت میکنه شمشو به بستر شمش. بستر شمش که شمش سرد شد با جرثقیل بلند میکنه، اون آقایی که اونجا نشسته با جرثقیل بلند میکنه میذاره بالا و لیفتراک میبره بیرون از محوطه. حالا چند لحظه من ویدیو رو پاوز کنم که تا موقع برشکاریش برسه. این فشار آب اسپری که از چیز پاشیده میشه، از این لوله ها میاد پاشیده میشه به روی این شمشا خیلی مهمه. فشار آب کم و زیاد بشه امکان پارگی خط 100% هست. ببینید الان نگاه چرا خاموش روشن شد، نه نرسید و بچه خودشون تنظیم کردن. ببینید الان چراغ رو این روشن خاموشی داره تنظیم شد موقع شمش شد. بچه ها شمش الان روی چراغ روشن شد. برشکار سمت چپ آقای خسروانی هم رفت روزبایی برمی داره میبود.
برش میخوره به خاطر اینکه سر شمش جدا بشه و پرتی کار رو بیرون. ببینید شمش اول بقیه شمش دیگه کامل 6 متر، فقط شمش اول و آخر یه خورده بیشتر برش برای خاطر اینکه میگم در چیلری که میریزن داخل قالب جدا بشه و بشه شمش تموم. بعد هم میرم پایین چیزشو میگیرم شمش هم روی بستر. حالا دیگه شمش اول مثلا میمونه تا سرد شه، سرد که شد جرثقیل میاد بلند میکنه میذاره بالا، لیفتراک هم برمیداره میبره محبته بکنم از اینجا لیفتراک بیرون ببینید داره کار. خب دوستان منم سعید ایزدی